الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما قلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه المسلم. أما بعد، زماد إيمان، برادران عزیز، برادران اسلام، برادران کلمه و برادران نمازگزار و مسلمین، از الله جل جلاله شکر گزاریم که به ما شما موقع دادن که بعد از یک هفته به مسجد آمدیم و خداوند جل جلاله به ما شما نیکی ارزانی کرده و عنایت کرده زندگی ما شما را، و الله جل جلاله عنایت و ارزانی می خواهیم که هر قدم ما شما را و هر نفس ما شما را در ترازوی نیکی حساب کند. و بعد العرض میکنیم امروز باز هم ربیع الاول و ماه ربیع الاول است و چیزی در توصیف رسول صلی الله علیه وسلم بگوییم. قرآن عظیم شان شاهد این است که رسول صلی الله علیه وسلم در اوایل مبعوثیتش تکالیف زیادی دیده و از تعب و از خستگی و از ماندگی همیش می نالید و همگی صبر و حوصله خود را تیر می کردن و در راه خدا مبارزه می کردن و دعوت می کردن. در این اثناء روزهایی بودن که رسول صلی الله علیه وسلم زیادتر و زیادتر تکلیف دیده و متأثر شده از مشرکین و از کسانی که بیدین بودند. فلهذا صحابی قصه می کند و می گوید، روایت می کند انس رضی الله عنه، می بینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین ما بود و این که در مسجد اغفا غافل شد، یعنی تقریبا پریشانی خواب برده بود او را. اغفاءتا ثم رفع رأسه، یک پینکی خواب او را برده و بعد از این سر خود بلند کردن، متبسما خنده می کردن. قلنا، گفتیم: ما یضحکک یا رسول الله؟ چه چیز تو را خندانید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال: لقد انزلت علی، نازل شد بالای ما انفا، همین وقت فورا نازل شد سورة، این سورت را فقرأ، پس خواند رسول الله صلی الله علیه وسلم: بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بیشک اعطینا دادیم به تو که یه محمد
الکوثر، حوض کوثر یا نهر کوثر را برای خودت داری. فصل لربک وانحر، نماز بخوان، همگی نمازهایت به خدا بخوان و هیچ بت را پرستش نکن و هیچ چیزی دیگر را در دل نبیار و در نیتت هیچ چیز نباشه و در مغزت و سینیت هیچ چیز و عبادت هیچ چیز باید نباشه و خالی از شرک باشه سینیت. فصل لربک، بخوان نماز برای خدایت، وانحر و قربانی کن. وانحر فانه نهر، وانحر یعنی قربانی کن. ای صلی الله علیه وسلم ان شأنک، و تو که از آن مردم و از دشمنی که تو از آن تکلیف دیدی، هو الابتر، آن بیخ کشیده شده و بی بنیاد شدن آن مردمی که تو را عذاب می دهد و تو را می گوید که محمد صلی الله علیه وسلم بی بنیاد است و بی اولاد است و فردا هیچ کس که را یاد کردنی نیست. بعد می فرماید رسول صلی الله علیه وسلم تدرون ایمیفن مل کوثر، کوثر چیست؟ قلنا الله و رسوله، گفتیم الله و رسول آن می فهمد و عالم است. قال فانه نهر، می فرماید این کوثر نهری است وعدنه رب، الله وعده کرده با من عز و جل علیه خیر کثیر. این نهر را با خیر کثیر ترجمه کرده، با ما داده است الله جل جلاله خیر کثیر، یعنی خیرهای با کثرت و با زیادت برای ما داده است، همگی بهتری ها و همگی چیزهای خوب برای ما داده، کثیر، زیاد و زیادتر. و هو حوض، و این کوثر حوضی است در مابین این خیر کثیر. ترد علیه امتی، می رود امت من به آن حوض روز محشر، وقتی که می رود ترد علیه امتی یوم القیامه، رد می شود روز قیامت امت من را از آن آنیته. فلهذا آنیه و آن چیزی که در آن آب خورده می شود، عدد النجوم به اندازه ستاره ها یا به شمار ستاره ها است، سماع چیزی که در سماع است، در اسمان است. فیختلج العبد منه، می خورد انسان از آن. فاقول ربی انه من امتی، فیختلج، امت من میاید به طرف حوض، اما بعضی مردم من می شود از آن. فیختلج العبد، انسان ها، منهم از آن حوض. فاقول، پس می گویم من ای الله، ای ربی، انه من امتی، این از امت من است، چرا این رد می کنی از حوض ما؟ فیقول، پس برای ما گفته می شود انک لا تدری، به تحقیق خودت نمی فهمی، ما احدث بعدک، که این امت تو امین که رد می شود از حوض بعد از تو چه کارهایی کرده، از سنت خودت فاصله گرفته، دور شده و ترک کرده سنت خود را و به طرف بیراهی رفته، به طرف بدعت رفته، به طرف کارهای نو رفته. ولهذا این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم خنده کرد و در آن مشکلاتی که از طرف مشرکین برایش رسیده بود، این مژده الله جل جلاله به رسول صلی الله علیه وسلم قسمی بود که یک خوشخبری بود و یک مژده بود و یک بشارتی بود به خوبی و خوشی رسول الله صلی الله علیه وسلم. میایم به این که انا اعطیناک الکوثر، این یک سورت کوتاه 3 آیات داره در پاره اخیر است. بیشک اعطیناک، دادیم به تو کوثر را. رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت برش داده شده، همگی چیزا قرآن برش داده شده در دنیا، همگی فضائل برش داده شده. در آن فضائل و در آن عطیه‌ای که از طرف الله و نعمت‌هایی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده شده، اینجا از کوثر یاد میکنه که کوثر برای تو داده. علما میفرماید و تحقیق میکنه کوثر یکی در روز محشر میباشد و یکی در روز قیامت میباشد. وقتی که در قیامت به جنت میروی اونجا کوثر میبینی و آبش مینوشی،
و وقتی که در روز حشر همگی مردم بالا می شود و همگی تنگی و سختی از عطش و از تشنگی بالایشان می باشد، از این آب می خورد. این حوض و این نهری که در روز حشر است، علما می گوید این از آن حوضی است که در جنت است. یک جوی و نهری از آن آمده به طرف این کوثری که در روز حشر است و همگی امتها این را می خورد. هر نبی و هر پیغمبر از خود حوض کوثر دارد، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید در این روز ما امید میکنیم که امت من را بسیار زیاد فراخ باشه و زیاد باشه از دیگر امتها که کوثر را می نوشد. و کوثر را معنا می کند به این که خیر کثیر، و خیر کثیر این را می گوید که چیزی که دین و دنیا است همگی حسنات است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. چیزی حسنات در دنیا و در دین است، در این خیر کثیر شامل است و در این حوض کوثر و نهر کوثر هم شامل است. حوض کوثر یکی از آن خیرهای هستند که الله جل جلاله به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. علما ترجمه میکنند، علمای و محدثین و صحابه کرام و تابعین ترجمه میکنند این را و این که کوثر چرا میگوید؟ کوثر دین، قرآن، نبوت یکی. دوم میگوید که الله جل جلاله آن فضائلی که داده است به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث علما و من حیث نعمتایی که ما شما شمار کرده نمیتوانیم، هم در این خیر کثیر شامل است. یعنی عالم در این دنیا و در این دین بهترین نعمت است و چیزی که قرآن است و بهترین نعمت است و چیزی که حدیث است بهترین نعمت است. ولهذا این نعمت ها هم در خیر کثیر و در حوض کوثر شامل است. و حوض کوثر هم همین است که هر انسان به آن خوش باشد. می فرماید در احادیث که وقتی که عطش بسیار زیاد شود و این را نوشیجان کند آب کوثر را، بس در آن مردم عطش نمی ماند و خوش خواندان روز محشر بالایشان تیر می شود. یکی تکلیف حشر و حساب و یکی تکلیف مردم و گناهایشان و یکی قضاوت خداوند جل جلاله و یکی افسردگی زیاد و یکی این است که این هیچ کس یار و همکار و ولی ندارد. اینجاست که آب کوثر در آن روز نعمت بهتر و خیر کثیر است برای هر انسان. این به نام کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. برش میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که نماز بخوان به خدایا. این است که در نماز هیچ چیز شریک نمی شود. سجده برای خدا، رکوع برای خدا، قیام برای خدا، همه الفاظی که در نماز است برای خدا، نه این که برای شرک و برای چیزا. وانحر و قربانی کن. اینجا بعضی علما میگن وانحر، ما شما میگیم ذبح و قربانی میگیم، اما اینجا وانحر آمده به خاطر وانحر آمده که شتر نحر میشود. به حلال کردن شتر نحر میگه به خاطر که شتر اول در گردنش بنیزه زده میشود که خون ضایع کند و از پای بیفته، بعد از این بس حلال کرده میشود. به خاطر نحر میگه که در عرب ها اول نحر از شتر بود، شترها زیاد بودند چون مردمی کوچی بودند، در دشت ها همه شترها را استعمال میکردند. این است که الله جل جلاله وانحر میگه. وانحر یعنی قربانی کن و قربانی با قرآن ثابت شده و ابراهیم خلیل الله این را پیدا کرده و از آن به بعد ما شما قربانی میکنیم. قبلا قربانی نبود و درست است بعضی نظراتی از آدم علیه السلام و از دیگر ملت ها حساب می شود که قربانی کردن، اما آن به من حیث یک ازمایش و یک امتحانی بود که از آن گرفته می شد، نه این که قربانی از ابراهیم خلیل الله است و این است در قرآن عظیم شان وانحر. بعضی علمایی را تعریف می کند
که یک دست به دست دیگر ماندن، مثلا دست راست به دست چپ ماندن در وقت نماز، این نحر میگوید، یعنی حاضر به قربانی، به خاطر که دست بسته یک کسی غلام و یک بندی و یک محبوس و یک کسی که هیچ اراده از خود نداره و دسته خود بسته کرده و صرف به خدا خود سپارده و در آن راه قربانی میدهد که خدایا من حاضرم هر چیزی که کردیم توبیم باشه و هر چیزی که میفرمایی ایاک نعبد و ایاک نستعین، برای تو عبادت میکنم و از تو مدد میخواهم، مرا حساب مکن از جمله گمراهان، راه راست برای ما بده. این است قربانی یک انسان که دست بسته هر 5 وقت نماز به خدا استاد می شود، این نحر میگوید. و یا این که بعض علما میگوید که در اول تکبیر تحریم دستا را بالا میکنی و انحر، برش میگوییم همه چیزها بالای من حرام شد و من صرف برای خودت دستهای تسلیم و بالا کردم و در مقابل شیطان مبارزه میکنم و محاربه میکنم و همه چیزها بالایم حرام است. این است برای تو استاد هستم، در دلم صرف محبت خودت است، نه مادر دارم نه پدر دارم و نه اولاد دارم و نه دارایی و دنیا دارم، صرف خودت پرستش میکنم. الله اکبر. و توستی که این تحریم بعض علما و انحر به این ترجمه میکنند، اما این همه معناها شامل هستند، مگر قربانی اکثریت علمایی را میگوید که قربانی به قرآن ثابت شده و انحر و این قربانی که انسان میکند در هر عید ما و شما میکنیم و همه مردم و ابراهیم خلیل الله کرده است و این است که انحر ثابت شده به این که اولاد خدا باید انسان قربانی کند، جان خدا قربانی کند. اگر فضل الهی نمی بود ابراهیم خلیل الله بچه خدا قربانی میکرد. این است فضل خدا بالای ما و شما، همین است که بجای اولاد خود و بجای یک انسان حیوان قربانی میکنیم. این لطف خداوند جل جلاله بالای ما و شما. فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. و رسول الله صلی الله علیه وسلم همگی خصوصا عاصم بن وائل و عقبه بن ابی معید و کعب بن اشرف، این 3 سیدا و رئیسای قوم ها بودند. واصل می گفتند در هر مجلس چون قاسم پسر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شده بود، ابی لهب به دویدن رفتن و در بر قریش مژده دادند که امروز محمد ابتر است و امروز محمد بی بنیاد است، اولادش قتل شد، اولادش مرد و دیگر کسی نیست که بعد از این را ستایش کند و میراثی را بگیرد. فلهذا این همه خوشی کردند که پسر رسول الله صلی الله علیه وسلم قاسم وفات کرد علیه السلام. فلهذا وقتی که اینا را دیدن، عاصم میگوید یک شخصی است ابتر، بیخ کشیده شده، بدون نسل و امروزی زنده است و سبب بچهش نیست که را سناخوانی کنه و این را میراث ببره. و عقبه همین قسم میگوید. و کعب بن اشرف آمده بود به مکه، مشرکین مکه برش میگوید این بچه را میبینی، این جوان میبینی، این کسی که سنش خامسی را میبینی، این میگوید دین شما غلط است، اما دین ما وقتی که ما به همگی حاجیا آب میدهیم، نان میدهیم، جای میدهیم، خدمتش میکنیم، بیت الله را خدمت میکنیم، اما این دین مرا که دین بت پرستی داشتن میگه این تقبیح میکنه و یک دین نو میاره. کعب بن اشرف برش میگوید که درست است دین شما بر حق است، الله جل جلاله آیاتی نازل کرد و میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ایا ندیدی آن کسانی که نصیب شده من الکتاب، یعنی تورات برش داده شده، یؤمنون بالجبت، حال ایمان میرود بالجبت یعنی به بتها و طاغوت و به شیطانها. جبت بعضی علما به کاهن و به جادوگر معنا میکنن و بعضی علما به
بت معنا می کند و بعض مردم میگه طاغوت یعنی شیطان های هستند، ایمان میارد به طاغوت. و یقولون للذین کفروا، و آن کسانی که کافر شدن میگه و هؤلاء هدی من الذین آمنوا سبیلا، این راهی که شما میروید ای بت پرستا مشرکین، ولو که خدمت حجاج میکنید، خدمت بیت الله را میکنید، این دین شما بهتر است نظر به دین محمد صلی الله علیه و سلم. با وجودی که کعب بن اشرف میگوید الله جل جلاله برش می اولئک کالذین لعنهم الله، الله جل جلاله این مردم را لعنت میکند و از رحمت خود دور میکند به خاطری که محمد صلی الله علیه و سلم انکار میکند و طرف مشرکین لعنهم الله، اینها را لعنت میکند. و من یلعن الله، و آن کسانی که الله لعنت کنند فلن تجد نصیرا، هیچ وقت مددگار و ولی و دوستی را پیدا کردن نمیتواند. الله دوست همگی مردم است. فلهذا این وقتی که این آیات نازل شد و در مقابل این که برش گفتن که این است آدمی است که دین نو آورده و این است که اولادش فوت شده، فردا هیچ چیزی نیست. اما امروز ما شما میبینیم این دشمنی که چیزی میگفتن امروز دشمن نیستن. و کجاست نامش؟ واصل کجاست؟ کعب بن اشرف کجاست؟ و دیگر مردم کجاستند؟ اما نسل معنوی رسول الله صلی الله علیه و سلم همگی ما شما هستیم و در تمام دنیا و میلیون ها مردم آن را میگوید محمد صلی الله علیه و سلم. در هر اذان، در هر اقامت، در هر عبادت و در هر نماز با او درود میگوید. آیا میبینیم که سخن واصل و درست بود و یا این که سخن عقبه و یا کعب بن اشرف بهتر بود و یا این که الله جل جلاله آن را تایید کرد و این دینی است که تا امروز بنیاد شده و همین طور می رود. و میبینیم که از دخترهایش چقدر نسل زیاد شده، چیزی که سید است در دنیا نفوسش معلوم نیست. در هر دولت حسن و حسین از هر دو و فاطمه الزهرا و از دیگر دخترهایش چقدر نسل زیاد شده. نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز و آله و آلشان موجود است، اما آن کسای امروز در دنیا نیستند و کسی که نامش میگیرد به بدی میگیرد. و حتی در خانه ابو جهل اونجا تعریف جور شده، اونجا بدرفت جور شده. ولهذا لایق اینمی مردم هستند، به اینمی ترتیب هستند. ابو جهل چی شد؟ ابو لهب چی شد؟ و قاسم چی شد؟ و عقبه چی شد؟ و کعب بن اشرف یهودی چی شد؟ همگی گم شدند با وجودی که قلعه های داشتند، با وجودی که همگی دارایی های داشتند. اما امروز از صفحه تاریخ و از صفحه شریعت بالکل محو شده و صرف نام محمد صلی الله علیه و سلم که پدر و بزرگوار همگی ما و شما هستند. و در معنا ما او را پرستش نمی کنیم بلکه خدا را پرستش می کنیم با خدا و ایرا میشناسیم که از الله جل جلاله مبعوث کرده و برای ما و شما فرستاده خدا هستند. و چیزی که ما و شما یاد داریم از برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم و چیزی که ما و شما راهنمایی شدیم از همه چیزای عباسیات لهو و لعب و یک راه درست رفتیم و یک راه مثبت شناختیم از برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این است که دشمنش ابتر و خراب شده، اما خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نسلش تا امروز است. برش میگوید که دشمنت ابتر است و او بیخ کشیده شده است، سبا نام او یاد نمی شود و تو را ما حفظ کوثر می دهیم که در حشر و در قیامت هم یاد باشد. و دیگر فضیلتش این است که بعد از حوض کوثر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت داده شده، امتیاز شفاعت برش داده شده است. احادیثی که در خود حوض کوثر آمده 50 صحابی او را روایت کرده و روایت هاش به تواتر رسیده، منکرش کافر می باشد. می فرماید عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بین انا اسیر فی الجنه اذا انا بنهر حافظ. می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم من وقتی که به جنت تیر می شدم، یعنی در شب معراج آمدم به یک نهری که هر دو طرفش
خافتاه قباد الدر المجوف، خیمه هایش و آن چیزی که او را مزین شده بود از در و مجوف بود، یعنی همگی چیزهای خوش و آن چیزی که قبا و خیمه بود در پالویشان و چیزی که زیبایش بودن از در بودن، از گوهر بودن. قلت ما هذا یا جبرئیل، گفتم جبرئیل این چیست؟ قال هذا الكوثر، این نهر کوثر، حوض کوثر است، الذي اعطاك ربك، این آن کوثر است که برای الله جل جلاله داده. فاذا طینه مسک، گلشان از مشک و عنبر هستند. فلهذا این حوضی است که الله جل جلاله انعام کرده و برای ما و شما وقتی که ان شاء الله به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می رویم و آنجا ان شاء الله این آب را می نوشانیم و آن وقتی که همگی عطش و تشنگی می باشد ان شاء الله دان سیراب می شویم و بی پروا می شویم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حوضی مسیرت شهر. مردم میگفتند که آیا این حوض خرد باشه کلان باشه و این همگی امت چطوری را میخورد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برش مثال میاره، طور مثال برش مسیرت شهر، با اندازه مسافه یک ماه این نهر است و زوایاه سواء و ماءه ابیض، و همگی چیزایشان بهتر است و برابر هستند، یعنی در طول و در عرض برابر است. ابیض، آبشان قسم سفید است، من اللبن، از شیر سفید تر است. و ریحه اطیب، و بهترین بوی دارد، من المسک، از مشک. و کیزانه، و آن چیزایی که شما آب در آن میخوری که نجوم السماء، آنقدر زیاد است مثل که ستاره های آسمان باشد. من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، آن کسانی که از آن می نوشد و نوشیجان می کند هیچ وقت تشنه نمی شود، با وجودی که در آن روز بسیار زیاد تشنگی می باشد. ابی هریره رضی الله عنه روایت می کند ان حوضی ابعد من ایل من عدن، مثال می دهد رسول الله صلی الله علیه و سلم حوض من از ایله من عدن تا به عدن است. ایله یا ایلات فعلا در دستورس اسرائیل هستند. ایلات بندر ایلات هم میگوید و یک بندر مهم هستند در مابین عرب ها. از ایله من عدن تا به عدن است و عدن بندرگاه یمن است. میگه از آنجا تا به آنجای هستند، یعنی مسافه دور است. لهو اشد بیادا من الثلج، این حوض من آبش از سفید تر است از برف. و احلا من العسل، و شیرین است از عسل و از شهد. اکثر من عدد النجوم، و زیادتر این چیزایی که با آن آنیه یا آن چیزی که آب میخورید از نجوم، از ستاره ها زیاد است. و انی لاسد الناس عنها، و این است که من مردم را مانع میسازم، دیگر مردم را مانع میسازم که از این حوض نخورد و صرف امت ما بخورد. میگه برش سوال میکنه ای رسول الله صلی الله علیه و امتت چی میشناسی؟ و اونجا مردم بسیار زیاد میباشد. میفرماید علیکم غر المحجلین، آن میشناسم من اثر الوضوء، چون آنها وضو کرده دستهایش، پیشانیهایش، روهایش، پاهایش روشنی میدهد و من امت خود را میشناسم. با این میشناسم که روشنی داشته میباشد، ولهذا دیگر امتها را منع میکنم از حوض خود و صرف به مومنها اجازه میدهم که بیاید و از حوض من بخورد. و آن اباریقش میفرماید که آن کوزه هایی که در آن است از ذهب و فضه هستند، یکی از ذهب و فضه، یعنی از طلا و از نقره هستند. علما میگوید این که اینقدر زیاد است، مثلا اسمان اول، اسمان دوم، اسمان سوم، این همه چیزها اجرامی که دارد و این همه چیزهایی که دارد به عدد این هستند. معنیش این است که هر کس بیاید یک بار در یک گلاس و در یک کوزه آب بخورد، باز دیگر او را دور میکند و دیگر نو میگیرد، یعنی تازه به تازه گلاس هم میگیری، آب هم تازه میگیری. و دو نهری که از جنت میاد این هر وقت پر میکند و برای مسلمان ها کافی میشود.
اگر کسی باور نمیکنه زمزم باور کنه، یک چای خورترک و به مدینه هم آب میرسانه و به مکه میرسانه و این میلیون ها حاجی ها هر سال 5 لیتر هر واحد حق داره که ببره با خود. این از کجا میشود و به چه ترتیب میشود و از زمین پیدا میشود. ولی هذا این می قسم برکت حوض کوثر هم دارد روز قیامت. از این کده هم اضافه تر چرا که قیامت است و آن وقت تشنگی زیاد میباشد و همه مردم او را میخواهد و خداوند جل جلاله در آن برکت میاندازد. سعد روایت میکند رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ان فرقكم، من میزبان شما هستم و پیش از شما میروم میشینم به آنجا، یعنی پذیرایی شما را میکنم. هر کسی که میاد از آن می نوشد مگر از ما لا یردن علی اقوام، من از آن دیگر قوم ها را دور میکنم، اما یک قومی توسط ملائک از این جمع نمی شود. من برش میگویم این امت من است، چرا نمیمانی؟ میگه تو خبر نیستی و چه خبر داری؟ اینا سحقا لمن غیر بعدی، تو نمیفهمی که این ترک کرده دین تو را، سنت تو را و براه تو روان نیستن، سحقا فاصله گرفته از تو و دور شده از تو. ولهذا این مردم تو نیستن. الله جل جلاله ما شما را امان بدهد. کعب بن اشرف انشاءالله در جمعه آینده اگر یاد بود بس قصه شمی کنیم که الله جل جلاله او را به لعنت خود گرفتار کرد و مجاهدین او را کشتن و رسوایشان کردند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. فصالحی سے اب دعا کنیم یا کہ از خدمت